فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده ای طبق معمول، حالا در هر روز از این پرسش ها زیاد داریم در مورد ازدواج هایی که در بین مذاهب مختلف صورت میگیرن. اما اینجا یه خورده سوال متفاوت هست. بیننده ای میگویند که من سنی هستم و شوهرم شیعه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره و همیشه کفر میگه، از خدا شکایت میکنه و حرفهای کفری رو بر زبان جاری میکنه. آیا ازش جدا بشم بهتره؟ ایشون میپرسن. این واقعا ما که همیشه توصیه میکنیم که حتما باید در اصل مذهب 2 نفر زن و شوهر باید همسان باشند، دارای یک مذهب باشند، به خاطر چنین مشکلاتی هست که واقعا بعداً ایجاد میشود و چه بسا افرادی هستند و در واقع بسیار هستند این ازدواج ها و پیوند هایی که به خاطر اختلاف در عقیده دوباره منجر به طلاق و جدایی میشوند. پس بنابراین بهتر این هست که در همان ابتدا باید مواظب باشند و همسری را که هم کفء اونها باشد، هم شأنشون باشد، در دین و عقیده مطابق با اونها باشد، انسان دیندار و با اخلاقی باشد، چون این فردی رو باید انتخاب بکنن. اما این مواردی که ایشون ذکر کردن چندین موردی هستند که هر یکی از این موارد جداگانه میتوانند مجوزی باشند برای جدا شدن و برای طلاق. این که ایشون در واقع نماز نمیخونند، بنابر دیدگاه بسیاری از فقهای اسلام که دلایل بسیار قوی و صریح هم در این زمینه وجود دارد، تارک نماز کافر هست و بسیاری این فتوا را دادند که اگر شخصی نماز نخواند زنش خود به خود در واقع طلاق می شود. این یک مطلب. اضافه بر این که ایشون روزه هم نمیگیرن. همه اینها را که کنار بگذاریم، اما این کفر گفتن و بد و بیراه گفتن به خدا و به رسول الله و معتقد نبودن به دین اسلام، این در واقع یک کفر صریحی است که هیچ جای توجیهی ندارد و هیچ اختلافی هم در این زمینه وجود در واقع ندارد. پس بنابراین ایشون به هیچ عنوان نمیتونند با چنین شوهری که نه نماز میخونند و نه روزه میگیرد، کفر هم میگویند، بد و بیراه میگویند خدا و رسول را، اساسا زندگی با چنین شخصی جایز نیست و طلاق ایشون واقع شده. این زن و شوهر به خاطر این که دینشون با هم دیگر متفاوت است، یکی مسلمان هست و دیگری کافر شده به خاطر کفرگوییش، اساسا اینها از هم دیگر جدا شدن و ادامه زندگی با چنین شخصی جایز نیست.